سوال 28. بهترین عمل بعد از شهادتین، یعنی بعد از لا اله الا الله و محمد رسول الله چیست؟ جواب بهترین عمل بعد از شهادتین 5 وقت نماز را در وقتش ادا کردن است. این نماز را با شرطها، رکنها و واجباتش ادا کردن که از عظیمترین شرطهای نماز یکم اسلام است، از کافر پذیرفته نمی‌شود. دوم عقل است، از شخص مجنون دیوانه پذیرفته نمی‌شود. سوم تمیز، کودکی که فرق کردن بین دو چیز رو قابلیت دارد. سوم برداشتن، رفع کردن حدث، بی‌وضوئی خرد و بزرگ. بی‌وضوئی خرد بی‌طهارتی است، بی‌وضوئی بزرگ این جنابت است. پاک بودن از نجاست‌ها، پوشیدن عورت، رو آوردن به سوی قبله، رسیدن وقت و نیت. اما رکن‌های نماز باشد که باید انسان این رکن‌های نماز رو باید حتمی به جا بیارد. 14 تایان. یکم قیام با قدرت، اگر توانایی قیام راست ایستادن داشته باشد راست بیستد. تکبیر تحریمه الله اکبر که میگوید، قرائت سوره فاتحه و رکوع کردن و از رکوع برخاستن و از به سجده رفتن با 7 اعضای بدن با 7 عضو. اعتدال و نشستن بین دو سجده، مطمئنی یعنی آرامش و سکونت در هر رکنه. همه اینها رو با ترتیب انجام دادن، این رکن‌ها رو، و تشهد آخر، اتحیات آخر رو خواندن، نشستن برای تشهد آخر و صلوات رو خواندن و سلام دادن در خاتمه. اینا رکن‌های نماز هستند. اما واجبات نماز باشد 8 تا. همه تکبیرها غیر از تکبیر تحریمه. سبحان ربی العظیم گفتن در رکوع، سبحان ربی الاعلی در سجده، ربنا لك الحمد از سجده برخاستن، سمیع الله لمن حمیده از سجده برخاستن، ربنا لك الحمد هنگام راست ایستادن بر امام و مأموم. اما سمیع الله لمن حمیده تنها برای امام اگر که جماعت باشد. سبحان ربی الاعلی در سجده، ربی اغفر لی بین سجدتین، تشهد اول و نشستن برای تشهد اول و هر چیزی که غیر این است و اینها در سنت داخل میشوند. پس بدون برادر و خواهر گرامی که نماز این بزرگترین رکن اسلام است. پس از شهادتین ستون دین است، وسیله است بین بنده و پروردگار. الله میفرماید که و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا مع الراکعین. نماز را برپای بدارید و زکات مالتون را بدهید و با همراهی رکوع کنندگان رکوع نمایید. سوره بقره آیه 43. و الله میفرماید ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. به درستی که نمازهای 5 وقته در وقتهای معین شده فرض است. پس نماز را از وقتش بر وقت خواندن یا که در خواندن از انسان پذیرفته نمی شود مگر با عذر. نماز را به هیچ عذر از وقتش پیش خواندن قبول نمی شود. اما اگر انسان در خواب فراموش کرد بعد از وقتش گذشت، این نماز را حتما بجا می آورد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ستون اسلام این نماز است و هر کس آن را برپا دارد دین را برپا کرده است و هر کس آن را ترک کند دین را ویران کرده است. روایت بیهقی. و همچنین فرمودند اولین چیزی که بنده در روز قیامت از آن حساب می شود این نماز است. اگر آن درست باشد درست شود دیگر اعمال انسان درست می شود و اگر آن ویران شود دیگر اعمال انسان از ویران می شود. روایت طبرانی و دیگران روایت کردند. پس نماز این رابطه مستحکم بین بنده و پروردگار است. نماز پاک کننده گناهان بندگان است، منع کننده از فحشا و پلیدی هاست، از زشتی هاست، از منکر است. پس نشانه حقیقی ایمان داشتن بنده است. نماز بخوانید. هر مسلمان باید نماز را حفظ کند و آن را در وقتش به جای بیارد، زیرا که نماز سرچشمه سعادتمندی دنیا و آخرت بندگان است. بارک الله فیکم.